سلام بینندگان عزیز، سلام مخلصان والیبال. ما در قصر ورزش شهرخورا قرار داریم و حالا بعد چند لحظه در اینجا برای گرفتن جای اول بین مسابقه بین دسته‌های تیم منتخب بدخشان و دوشنبه یک آغاز می شود. این دو دسته در بازی قبلی خیلی خوب هنرنمایی کردند و حالا به دور فینالی یا به دور نهایی راه خط گرفتند. حالا ببینیم که این بازی چگونه انجام می‌یابد که غالب می شود. روز سوم است که این بازی ها ادامه دارند. در این بازی ها 5 دسته شرکت داشتند. متاسفانه تیم های شهر کلوب نویه رشت، نویه های توبی جمهوری در این بازی با سبب برای ما نامعلوم شرکت نکردند. اگر شرکت میکردند خیلی خوب میشد، بازی بازم شوق‌آورتر میشد، ولی شاید یگان سببی عذر داشتند که با شهر خورا نیامدند و در این بازی ها مسابقه شرکت نکردند. خوب شاید آماده نبودند برای این سفر، ولی مهم شرکت کردن در مسابقه است، مهم اندوختن تجربه است، شناخت شدن با هم دیگر است. مسابقه همین است. خب حالا بازی شروع می شود. خب مربی دسته بدخشان یکی از مربی‌های خیلی شناخته بکنظر مولانا ظریف است. مربی شورای جمهوری تاجیکستان، استاد ورزش بین المللی است و چندین سال است که تیم منتخب والیبال بازان بدخشان را تمرین می‌دهد. خب حالا بازیگران دسته دوشنبه یک در آغاز بازی خلع را به دست آوردند. دسته دوشنبه یک را رخشانه تغیرشوی و تمرین می‌دهد و رخشانه هم شاگرد بکنظر مولانا ظریف است. اکنون طرفه شاگرد چکلی که می‌گویند شاید استاد را در حیرت گذارد. چندین سال رخشانه تغیرشوی و در دسته منتخب بدخشان بازی کرد. ولی می‌بینیم که شاگردانش در برابر شاگردان استادش چگونه بازی می‌کنند. خب والیبال یکی از بهترین، جالبترین، زیباترین نمود ورزش است که در امریکا پیدا شده است و اما امریکا یگان مرتبه در مثلا این مسابقه جهانی منطقوی پیروز نشده است. برعکس بازیگران سابق دولت اتحاد شوروی و تیم ژاپن همیشه در بازی‌های المپیک و مسابقه جهانی پیروز می‌شدند. خب حالا توپ را بازیگر رقم 7 دسته دوشنبه یک ضربه خیلی خوب زد و یک خل را به دست آورد. میرزا سعید و نور نسا بازیگری که قبلا ضربه خیلی خوب و محکم به طرف میدان عریفان خود پرتافت. بازی ادامه دارد و حالا توپ را بازیگران دسته بدخشان یک به بازی می‌دارند. حالا توپ در میدان خوب توپ را گرداندن. بله دسته دوشنبه یک باز یک خل نوبتی رو به دست آورد. حالا حساب 3-4 است، بر 5 است. بله 3-5 است و 5 خل رو دسته بدخشان یک دارند و 3 خل رو دسته دوشنبه یک. بله یک ضربه خوبه
به طرف میدان بدخشان یک پرتافته شد و اونا توانستند توپ رو باز گردانند. بله یک فند زیبا خواست، اما بازیگران دسته دوشنبه یک نتوانستند توپ رو به طرف رقیبان خود برگرداندند و اولی دسته دوشنبه یک توپ رو به بازی می‌گذارد و بله یک بله خیلی مایرانه خیلی خوب بازی کردند و هرچند مشکل بود اما توپ رو به طرف دسته دوشنبه پرتاب کردند. اولی مربی هر دو دسته یک وقفه گرفتند. شاید بعضی مسئولیت او برای شاگردان خود هر دو دسته مربی اولی کوشش میکنند لحظه کوتاه هم باشد بر حال همون اشتباهات کلان و میتونن با اون فهمونند که چگونه کمبودی دارند تا در آینده با اون را ندهند. خوب بازی دوم شروع میشد. خیلی بازی شروع میشد. 8 بر 7 است، یعنی 8 از اون دسته بدخشان یک و 7 اول بازیگران دوشنبه 7 خال دارند. بله یک ضربه محکم بود. هر دو دسته کوشش میکنند. بله بازم بله یک لحظه خیلی جالب و هیجان انگیز بود و بازیگران دسته بدخشان یک توانستند در این لحظه بازی پیروزی خود از آن خود کنند و بازی ادامه دارد. گفتن هماند که امروی دسته دوشنبه یکی از بهترین مربیان جمهوری تاجیکستان نور اودینایف نیز شرکت دارند. نور اودینایف در رشد والیبال تاجیکستان سهم بی اندازه دارد، سهم خیلی ارزشمند دارد. از اول سال 60 شروع کردند به بازی والیبال. در بازی اوی سابق اتحاد شوروی هم چندی بار شرکت داشتند و یکی از بنیادگذاران والیبال در تاجیکستان اگر گوییم خطا نمیکنیم. این رو همه ورزشکاران امروزه و سابقه‌داران ورزش نیز اعتراف میکنند که خیلی در رشد نمود والیبال سهم خیلی بزرگ گذاشتند و اول هم با سن سالشان نگاه نکرده امروی بازیگران است تجربه‌ای که دارد با شاگردان خود می‌آموزد و همچنین مربی دسته بدخشان یک بی‌نظر مولا نظرف نیست، هرچند که اولی نسبت به نورالدینایف جوان‌تر است اما در بنیاد والیبال در بدخشان سهم ارزشمند دارد. بله بازیگر رقم 6 گنجینه عمران شوی و یک ضربه محکم زد. خب متاسفانه یا خوشبختانه برای دسته دوشنبه یک که دسته بدخشان یک نتوانست ضربه نوبتی بازیگران جوان دوشنبه یک رو برگردانند و اولی توپ رو بازیگران دوشنبه یک توپ بیرون از میدان رفت
و اولی نوبت بازیگران دسته بدخشان یک است. بله بازم توپ را صاحب شدند بازیگران دسته دوشنبه. خیلی عالی بازی میکنند، خیلی جوان هستند اما خیلی مهارت خوب هم دارند، استعداد خوب هم دارند. بله خب حساب اولی 11 بر 13 است. 13 از آن دسته بدخشان یک و 11 از دسته دوشنبه یک است. هرچند بازیگران دسته دوشنبه یک خیلی کوشش میکنند اما خالشان نسبت به دوشنبه نسبت به بدخشان یک پستر است، یعنی نمیتونن آن را دریافت کردن. بله خیلی عالی و توپ را بازگرداندن به طرف میدان بدخشان یک اما نتوانستند تو آخر توپ را نگاه دارند و بازیگران دسته بدخشان یک رقم 9 یکی از بازیگران خیلی معروف عبدالمجید و لطفیه چندین سال است که در هیئت دسته بدخشان یک بازی میکند و چندین مرتبه قهرمان تاجیکستان از نمود والیبال هم شدند. امروی خوب عبدالمجید و لطفیه اینا بازیگران خیلی سابقه دار هستند، تجربه خیلی زیاد دارند و اولی همچون مربی هم کار میکنند، فعالیت دارند و امیدوارم که اگر امینا باشند ما خوشبین هستیم به آینده والیبال، یعنی همیشه دسته منتخب بدخشان در نمود والیبال از مسابقه جمهوری و شاید بین المللی با پیروزی برمیگردند. خب بالا توپ در دست بازیگران دوشنبه یک است. خب یک ضربه و توپ باز به طرف بازیگران دوشنبه برمیگردد و بله یک ضربه دیگر و متاسفانه این ضربه را بازیگران دسته بدخشان یک نتوانستند برگردانند. ضربه خیلی خوب بود، ضربه محکم بود و توپ بالا در اختیار بله اشتباه، چنین اشتباه نباید باشند در چنین مسابقه ها و رخشانه دارون شوی و سرمربی دسته دوشنبه یک مصلحت میدن با امروی نور اودینایف. خوب ولی توپ در دست بازیگران دسته بدخشان یک است و یک اشتباه کوچک باز یک خال دیگر رو بازیگران دسته دوشنبه یک از دست دادن. وضعیت خب ببینیم بله یک ضربه زد اما باز ضربه را برگردان و دنبوره باز توپ رو به طرف میدان بدخشان یک پرتافتند. ولی میبینیم که آنها میتوانند توپ رو برگرداندند و ضربه دیگر و بله خیلی بازی جالب است. متاسفانه بازم بازیگران جوان دسته دوشنبه یک نتوانستند توپ رو در حالت بازی نگاه دارند و دنبوره به طرف میدان بدخشان یک پرتافتند. خب اینا ولی جوان هستند، فکر میکنم که در آینده خیلی آینده درخشان دارند. از بازی از مهارتشان از حرکتاشون معلوم است که مثلا خوب بازی بله ضربه های خیلی محکم میزنند، کمی مثلا تجربه کمتر دارند نسبت با تیم منتخب بدخشان یک، مثلا کمتر تجربه اشون است ولی در آینده فکر میکنم که میتونم میدان های بزرگ رو هم تسخیر کنم. ولی خب
بیشتر از فند استفاده میکنند. ضربه کمتر به نظر رسید و تو رو بازیگران بدخشان یک صاحب شدند. خود دسته بدخشان دو متاسفانه با تیم سرخ بای داد و تیم سرخ در جای سه مال قرار دارد. خب یک ضربه سخت و بله یک ضربه خیلی زیبا و سخت بود و به اصطلاح بلاک رقیبان خود را رفع نکرد و بازم یک وقفه گرفتند. توپ رو عبدالمجید و لطفیه به بازی می‌دارد. تحت رقم 9 یکی از بازیگران خیلی ورزیده و معروف دسته والیبال بدخشان یک است. در دسته منتخب بدخشان بازی میکند و حساب رو به 21 رساندند. تیم دسته دوشنبه یک هنوز 13 خل دارد. ولی میبینیم خود این بازی والیبال است. در اینجا میتوانم مثلا رقم او حساب عوض شود. متاسفانه یک خل دیگر رو نیز دوشنبه یک از دست داد و حساب 22 شد. 22 بر 13. فکر میکنم که دسته دوشنبه یک اکثرتشان دانشجویان هستند و در آینده میتوانند در فهرست مثلا یکم در روی خط اول جا گیرند در این نمود بازی. اما حالا متاسفانه تجربهشون کمی میکند و بدخشان یک حالا با آنها ضربه های سخت وارد میکند و خلعه را از آن خود میکنند. حساب با 23 بر 14. فاصله بین حساب زیاد شد یعنی 23 بر 14. بازیگران دسته دوشنبه یک باید بازی طرز اصولشان را تغییر دهند و بیشتر با هجوم بزنند. بازم اشتباه بازیگر رقم 9 یک اشتباه کرد و خل را از دست دادند. دلاورشای و ملکه بازیگر رقم 9 خیلی بازیگر ماهر است، ورزیده است. سرحد و اردوبای بختیار این بازی رو داوری میکنند. حالا توپ در دست بازیگران دسته بدخشان یک است و حالا میبینیم که بازی چگونه رنگ میگیره. بله یک ضربه خیلی زیبا سخت، اما بازیگران بدخشان یک توانستند توپ رو و میدان بازیگران دوشنبه پرت کنند و آنها نتوانستند توپ رو حفظ کنند، نگاه دارند و دوباره به طرف میدان بازیگران دسته بدخشان یک پرت کنند. خوب بازی با حساب 25 بر 14 به پایان رسید. در دور اول بازیگران دسته بدخشان یک پیروزی رو به دست آوردند. تبریک میکنیم بازیگران دسته بدخشان یک رو و خیلی خوب میبینیم حالا در پیش بازی دیگر هستند، دور دیگر است. بدخشان یک چگونه و ضربه در او پاسخ میگرداند. میبینیم بله ضربه خیلی محکم بود و دسته دوشنبه یک بازم نتوانست توپ رو برگرداند. بازیگران دسته بدخشان یک توپ را از آن خود کردند و یک خل هم گرفتند. حساب 1 بر 0 است. یک
تفنگ خیلی زیبا. بازیگران دسته دوشنبه یک توپ را از جان خود کردن و حساب را هم برابر کردن 1-1. بله بازیگر رقم 6 امرانشاه و گنجینا بازیگر دسته رقم 8 رقم 9 میباشد ملکه دلوارشو و یک از بازیگران خیلی فعال دسته دوشنبه یک است. خوب توپ را دسته بدخشان یک از دست داد و حالا حساب 2-1 است. یعنی بازیگران دسته دوشنبه 2 خال دارند، بازیگران بدخشان یک خال دارند. و یک ضربه سخت بازیگر رقم 1 نظر خدای و ماه یک ضربه خیلی زیبا زد و ولی پس از این بازیگران بدخشان یک توپ را به بازی می‌دارند و حالا می‌بینیم که دسته دوشنبه یک توپ را چگونه به طرف بازیگران بدخشان یک می‌پرتاید و بازم یک ضربه زیبا متاسفانه بیرون از میدان است. بازی حالا 3-2 است. دسته بله 4-2 است. حالا دسته دوشنبه یک پیش صف هستند. شاید پس از نصیحت و مصلحت و مثلا توصیه ها بازیشان طرز اصول بازیشان دیگر شد. ولی رخشانه تغییر شد و مربی دسته شاید در وقت وقفه تنفس مصلحت ها طرز اصول بازیشان را دیگرگون کردند. حساب 5-2 است. یعنی 3 خال بیشتر از دسته بدخشان یک دارند. حالا می‌بینیم که بازی چه رنگ می‌گیرد. باز یک ضربه سخت بازیگر رقم 6 گنجینا امرانشاه و بله بازم این توپ را وای دادند. حساب 6-2 است. خیلی پیش رفتند، پیش صف هستند. یعنی همین تنفس یا وقفه برای بازیگران دوشنبه یک فایده کرد. اینا کوشش میکنن که توپ را بله خود توپ بیرون از میدان است. بله ببینید که هرچند خیلی جوان هستند پیشکی هم یادآور شده بودم که اکثرشان دانشجو هستند و ولی همه پیروزی ها در پیش است. بله توپ بیرون از میدان شد. در چنین مورد نباید چنین اشتباه را داد. باید کوشش کرد که هر یک توپ غنیمت است برای هر دو دسته. بازیگر رقم 9 لطفیه عبدالمجید و یک از بازیگران شناخته دسته منتخب بدخشان است. بازم یک ضربه زیبا، ضربه محکم. بله بازم مربیای دسته وقفه گرفتند. ببینید که یک باره دسته دوشنبه یک بازیش رو چگونه تغییر داد. ببینید حساب الکی 9-3 است. بله خیلی پیشرفت کردن در همین دور دوم. از آغاز دور دوم الکی پیروزی رو در دست خود نگه می‌دارند دسته دوشنبه یک. بله بازم خوب حساب 10-3. بازیگران دسته بدخشان یک کمی سر و سیمه به نظر میرسند. هرچند روی افتاده نیستند اما کمی
با اشتباه اومتیان و امیدوارم که آن طرز و اصول بازی خود رو دیگر میکنن. بازم یک ضربه زیبا و بله خیلی کوشش کردن، تلاش کردن، زحمت کشیدن اما نتوانستن توپ رو به میدان آورند. اما از سعی تلاش جرأتشون راستی که ما قایل هستیم. مخلصان بله مخلصان میخوان که بازی شوق‌آور باشد، جالب باشد. بله بازم توپ بیرون از میدان رفت. در چنین بازی او مسابقه ها پیش از ما مثلا رویه اراده مستقیم داشتن ضرور است. هرچند باید باید حریفتون نداند که شما کمی مثلا رو افتاده شده، همیشه دلپر باشید، به خود اعتماد داشته باشید، باوری داشته باشید. خود به دست بازیگران دوشنبه یک صاحب 12 گل شدند. دسته بدخشان یک گل 4 خل در دست دارد. اما خوب این بازی است، میتوانند در هر لحظه مثلا در هر یک دقیقه در هر یک فرصت میتواند حساب تغییر یابد. بازی را شیرین میگردانند. خیلی منتظر میشم دسته دوشنبه یک تیم را به بازی میبرد. بله بازیگران دسته بدخشان یک شاید پس از این همون طرز اصول خود را پیدا میکنند و دیگر با اشتباه را نمیدهند. بله بازیگر رقم 8 دسته دوشنبه یک ایمانبردی و دولتبی توانست با ضربه خود باز یک خل دیگر را به دست آورد. حساب 13-5 است. ولی یک ضربه خیلی زیبا از دسته بدخشان یک بازیگر رقم 11 مبارکشوی و نگینا خیلی یک ضربه به قول اولی جانب زد و رقیبان خود را به شکست مواجه ساخت. ببینید هرچند توپ از میدان خیلی دور رفت اما بازیگران دسته دوشنبه یک توانستند آنها را دوباره به میدان برگردانند. بازی ادامه دارد و دسته دوشنبه یک توپ در دست دارند. بله بازم بازیگران دسته بدخشان یک نتوانستند توپ را برگردانند و با همین بازیگران دسته دوشنبه یک باز خول نوبتی رو از آن خود کردند. 14-5 است به حساب. دسته بدخشان یک خوب ضربه زد اما ضربه بازیگران دوشنبه یک سخت‌تر بود و محکم‌تر بود و نشان‌رس بود و بازم ضربه متاسفانه توپ از میدان بیرون رفت. دسته بدخشان یک خول رو گرفت اما دسته دوشنبه یک 14 خول بازم یک خول دیگر گرفت 14-8. آهسته با رقم اوی دوشنبه یک بازیگران دسته بدخشان یک نزدیکتر می شوند، یعنی خول بیشتر به دست میارند. فکر میکنم که بازم میشن هم مثلا دریافت میکنی هم مثلا میگذاری. بازم یک ضربه خوب ملایم بود. دسته
دوشنبه یک کوشش میکنند بیشتر ضربه زنند. بله توپ از میدان بیرون رفت و ایسوب 15-8. گفتن نماند که دسته والیبال در تاجیکستان سال 1926 تشکیل یافته بود و خیلی مثلا در بیشتر از 80 سال است که در تاجیکستان بازی در میان نورسان و جوانان و حتی کلانسالان هم خوب محبوبیت پیدا کرده است. قاعده او تکنیک و تاکتیک والیبال معین شد. خوب بازم بازیگران دسته دوشنبه یک به اشتباه رو دادن و حساب 16-9 است. یعنی برای دسته بدخشان یک پنج خل دیگر ضرور است که با دسته دوشنبه نزدیکتر شود. بله خوب شد. خیلی استعداد هنر زیبا دارم. ببینید که در لحظه های خیلی هم خوف و ترناک خیال میکنید که مثلا توپ را از بازی را از دست دادن، اما ببینید که حتی از زمین کمی 1 میلیمتر شاید به زمین نزدیک میشه توپ، اما بازیگران او را به بازی میبرند. خیلی جالب است. حالا توپ در دست بازیگران دسته دوشنبه یک است. حالا بازیگر رقم 9 لطفی عبدالمجید و توانست یک خال دیگر را با خال اویشان زم کند. حالا دسته بدخشان یک توپ را به بازی می‌دارد و دسته دوشنبه یک منتظر است. بله اشتباه از باز که بازیگر به تور رسید، یک اشتباه و حالا دوم دوره بازیگران دسته بدخشان یک توپ به بازی می‌دارند و ببینیم دوشنبه یک چگونه به این پاسخ می‌گرداند. بله ببینید بازیگر رقم 8 یک ضربه زیبا زد و این ضربه رو بازیگر رقم 1 تکرار کرد. بازیگر رقم 11 از دسته دوشنبه خیلی مایرانه بازی میکنه. علیمت و شهزاده بازیگر خیلی خوب است. همچنین در دسته دوشنبه یک بازیگر رقم 9 ملکه دلوارشویوانی زیبا بازی میکند. ولی ملکه دلوارشویوا را عوض کردن و بازیگر دیگر به میدان برآمد. بازیگر تحت رقم 4 خورشیددود و انیسا بازم ای و اشتباه رو دادن دسته دوشنبه یک. و ببینید ایسته بازیگران بدخشان یک خال او رو افزون میگردونن و با خال او دوشنبه یک نزدیکتر میشن. ما قبلا گفته بودیم که این بازی است و در بازی متاسفانه بازم یک اشتباه از طرف یکی از والیبال بازیان سوی تجربه گنجینه رخ داد و میبینیم هیچ چیز رو پیشگویی کردن نمیشد. میبینیم بازی چگونه انجام می‌یابد. بله بازیگران دوشنبه یک خال رو به دست آوردن و حساب 20-13. بازی ولی معلوم نیست که بله بازی
بازی رو. دسته بدخشان یک ادامه میدهد از بس که تو بیرون از میدان رفت، ولی بازیگر رقم 9 گنجینه عبدالمجیدова توپ رو به بازی درآورد، ولی یک ضربه سخت میبینه مبارکشویeva باز یک خول دیگر رو برای انتیموم خود اضافه کرد و حساب رو به 15 آورد. 20 بر 15. توپ از میدان بیرون رفت و 16 بر 20. اولی هم دسته دوشنبه یک پیش صف هستند، یعنی 20 گل دارند. بدخشان یک 16 گل دارد، اما آهسته آهسته نزدیک میشد. متاسفانه بازم یک کمی اشتباه رخ داد و تو به طرف دسته دوشنبه یک رفت، ولی این دسته عقب به بازی درآوردن توپ رو پیدا کردن و میبینیم آیا اون رو به منفعت خود استفاده میبرن یا بر زیان خود. خب یک ضربه دیگر بازیگر رقم 11 مبارکشویeva میگیره، بازیگر امید بخش است، خیلی هنر زیبا مهارت بلند دارد و فکر میکنم که در آینده میتواند تیم بدخشان خوب متوجه اشتباه دیگر در دسته دوشنبه یک شد و اول حساب 17 بر 21. ما در اول گفته بودیم که هرچند خیلی قفو بودن دسته بدخشان یک، اما آهسته آهسته به تدریج خلع رو به دست آوردند و به رقمی که دوشنبه یک داره نزدیکتر می شود. خب یک ضربه دیگه، بله این ضربه نبود بلکه یک فریب بود، یک فند زیبا بود، یعنی اما متوجه اون شدند که ضربه در انتظار ضربه بودن، اما با یک فریب زیبا، فند زیبا توپ رو از اون خود کردن. بله بازم اشتباه از طرف بازیگران دسته دوشنبه یک شد و بازی 22 بر 18. همگی 4 خال دسته بدخشان یک رو از دوشنبه. بله آهسته خال بیشتر می شود، 19 بر 22. 3 خال دیگر مونده است تا مساوی، تا وقتی که حساب برابر شدن و همگی 3 خال دیگر رو گرفتن ضرور است برای بازیگران دسته بدخشان یک. میدونند که در کجا چگونه اشتباه شد و برای همین وقفه هم برای همین لازم است. بازی باز شروع می شود و توپ در دسته بازیگر رقم 12 است، ازودبکova نجیبه توپ را به بازی می‌دارد و از دست بله بازم یک فند زیبا بود، اما بازیگران بدخشان یک این فند رو پای بردن و توانستند توپ رو برگردان. باز یک ضربه دیگر بازیگر رقم 6 گنجینه عمرانشویeva یک از بهترین بازیگران دسته منتخب بدخشان از نماد والیبال است که چندین سال پای در پای در بازی‌های در مسابقه جمهوری پیروز شدند. بله دسته شنبه یک. خب دسته بدخشان یک منتظر نبودند که چنین ضربه از طرف دسته دوشنبه یک منتظر نبودند، اما ضربه خیلی زیبا بود. خب بازیگر رقم 2 دسته دوشنبه یک وزیر وزارینه توپ را به بازی درآورد. بله بازم با شکست مواجه
شدن دسته دوشنبه یک و اصول 23 بر 21 همگی 2 خول مونده است. بله 3 خول دیگر مونده است، یعنی 23 بر 21 است و اولی که ببینیم این لحظه هیجان برانگیز وقت دیانه. بله 22 بر 23 همگی یک خول دیگر مونده است. ما قبلا گفته بودیم که در بازی و ورزش هر گونه مثلا حادثه رو انتظار شدن ممکن است. بازم بله بازی برابر شد. آفرین بازیگران دسته بدخشان یک ببینید چقدر فاصله کلان داشتن نزدیک شوند، اما ببینید که اونا نه تنها نزدیک شدن بلکه خلا رو برای حساب رو برابر کردن. خب یک ضربه خوب نچندان نکرد و با آسانی توانستند بازیگران بدخشان یک بله خلا بازی شدت میگیرد دست بازی طرف شدت میگیرد. حساب 24 بر 23 است. همگی یک خول دسته بدخشان یک خول از دسته دوشنبه یک جدا میکند. همگی یک خول در بین است. اگر یک خول دیگر بگیرند باز حساب مساوی میشد و بازیگر رقم 18 نور و مغفرت خورشید دود و انیسان بازی خیلی خوب را از این روز از خود نشان داد. خوب بازی شروع شد. پس از وقفه میبینیم یک ضربه زد و بازم توانست همون ضربه ای که به سویش برگشت دوباره با بازی در آورد. بله خیلی زیبا یک ضربه دیگر، اما ضربه نشد بلکه یک فند و زیبا بود. ببینید بازی بازم برابر شد 24 بر 24. میبینیم اینجا ورزشگران تجربه هستند، تجربه ورزیده هستند. اون طرف اکثریتشون ورزشگران خیلی جوان هستند که ببینیم چگونه بازی به انجام میرسد. باز یک ضربه دیگر بله گنجینا توانست بازی رو میدان رقیبان برکنند و نتوانستند این رو دیگر باره برگردانند. اینجا لطفی عبدالمجیدووا، گنجینا عمرانشیووا، لطفی عبدالمجیدووا. بله احساس می شود که هر ورزشکاری که تجربه دارد حتما پیروزی به دست آوردن ممکن است. تجربه خیلی خوب است و بازیگران جوان دسته بدخشان یک هم پیش میکنند که خوب میبینیم حساب 26 بر 24 است. بازم بازیگران دسته دوشنبه یک در این دور پیروزی به دست آوردند. بله خوب از اول از آغاز دور یکم ملکه اینا برتری داشتند. بازیگران جوان دسته دوشنبه یک از آغاز مسابقه برتری داشتند و بازی رو با حساب 26 بر 24 انجام دادند. دور سیام آغاز می شود ولی بازی مساوی انجام یافت. دور اول با فایده دسته بدخشان یک بود. دور دوم رو بازیگران دسته دوشنبه یک از آن خود کردند و حساب برابر شد، مساوی شد و حالا می بینیم که بازی چه رنگ میگیرد و این دور چگونه انجام می‌یابد. ما پیشگویی کردن نمی‌توانیم. ببینید که در اول دسته بازیگران دوشنبه
دریافت کند و برای حساب را مساوی کند، اما بازم نتوانستند پیروزی را به دست بیارند. دسته دوشنبه خیلی توپ به بازی میبرد. بازیگر رقم 1 از دسته بدخشان یک شکربک و گلشن خیلی ضربه زیبا زد، ضربه سخت بود و رقیبان خود را به مجبور ساخت که توپ را بیرون از میدان برند. باز یک فول دیگر گرفتند، 2-1. در دور دوم بازیگران دسته دوشنبه یک از اول بازی فولو را از آن خود میکردند، اما این دفعه بازی رنگ دیگر گرفت و دسته بدخشان یک بازی را خیلی خوب آغاز کردند. ولی ببینیم چه بازی شدن صورت میگیرد. ولی بازم یک فول دیگر 3-1 بازیگر رقم 12 آذربک و نجیبا توپ را به طرف بازیگران دسته دوشنبه پیادانه نتوانستند توپ را برگردانند و حساب 4-1. از آغاز بازی دسته بدخشان یک پیش صفی را از دست نمی‌دهد. باز یک ضربه خوب نچندان محکم که به آسانی دسته دوشنبه یک توانست نه تنها این توپ را برگرداند بلکه یک خول دیگر را به دست بیارد و حساب 5-1. اما ما این چیز رو مبخشید ما پیشگویی کرده نمیتونیم که بله خوب از میدان بیرون رفت و بازم وقفه گرفتند و دور دوم پیروزی رو به دست آوردند. ولی میبینیم که آیا این توصیه و این مصلحت ها به بازیگران اثر میکند یا نه، میبینیم. اما حالا توپ در دست بازیگران دسته بدخشان یک است و یک ضربه خیلی زیبا، ضربه که بازیگر رقم 18 نور و مغفرت خیلی یک ضربه زیبا محکم زد که دسته بدخشان یک دیگر نتوانست اون را برگرداند. بازم یک خول دیگر را بازیگران دسته دوشنبه یک از آن خود کردند و بازی و حساب 6-3. بله آهسته آهسته خول را از آن خود میکنند بازیگران دسته دوشنبه یک، اما میبینیم که بازیگران بدخشان یک به اونا اجازت میدهند که از اونا گذارند یا نه. ببینید با یک ضربه دیگر بازیگر رقم 1 شکربک و گلشن برای دستش باز یک خول دیگر را آورد و حساب رو به 7-3 رسوند. بازیگران دوشنبه یک کمی قفا مانده ولی فکر میکنم که این را جبران میکند یا نه. ببینید توانستند توپ رو به میدان درآورند، نه تنها به میدان آوردن بلکه باز یک خول دیگر را گرفتند. حساب 7-4 است. دوشنبه یک 4 خول دارد و بدخشان یک 7 خول دارد. بازم یک ضربه زیبای لطفی عبدالمجید و اما متاسفانه
شاید کم فروغ شدند، خیال کردند که توپ دیگر بر نمیگردد، اما دسته دوشنبه یک با دشواری هم باشد توپ را پس گرداندند و دیگر پاسخ نگرفتند. توپ در میدان بدخشان یک ماند و بازم یک ضربه زیبا، بازم گلشن شکربکووا بازیگر تحت رقم 1 و بازم وقفه، تنفس. متاسفانه صحبت در باره چی میرد ما نمیشنویم، اما میبینیم از چهرهش معلوم است که یک صحبت جدی است. بازی رو دسته بدخشان 1 شروع میکند. بله اینجا مخلصان بازیگران تیم دوشنبه 1 هم خیلی زیاد هستند، به گوش ما میرسد، یعنی اونا فریاد میزنند، تیم دوشنبه 1 رو پشتیبانی میکنند، دلبرداری میکنند و این اثر میکند. مخلصان هم در بازی خیلی سم میگذارند، وقتی که بازیگران میبینند که اونا رو طرفداری میکنند، از اونا پشتیبانی میکنند، حتما اونا نیرو میگیرند، رویهشون بالا میرود. بله میبینیم ولی یک ضربه سخت بود از طرف لطفیه و ضربه بازمان سختتر بازیگر بازیگر رقم 1 از دسته دوشنبه 1 نظر شاهزاده طاووس خیلی بر ضربه محکم میزند. بله بازیگر رقم 4 خورشید دود و انیسا کمی با اشتباه رو داد و یک خول دیگر رو با خولوی بدخشان 1 اضافه کرد. حساب 10-6 است، همگی 4 خول. دوشنبه 1 ضرور است که 4 خول رو گیرد تا بازی رو برابر کند، حساب بازی رو برابر کند. بازم بله بازیگر تحت رقم 1 خیلی فعال است، ضربه های محکم هم میزند. نظر طاووس، نظر شاهزاده. اما در تیم دسته بدخشان 1 بازیگران سابقه دار لطفیه و گنچینه تیم رو از قفای خود میبرند و بازیگران جوان کمک میرسوند. بله کم اشتباه شد از طرف لطفیه و اولی میبینیم بازیگران دسته دوشنبه 1 چگونه توپ رو پرتاب میکنند به طرف میدان بازیگران بدخشان 1. میبینیم یک ضربه دیگر بازیگر رقم 18 بازیگر رقم 18 نور و مغفرت ضربه محکم زد که دسته بدخشان 1 نتوانستند رو بازگرداند. متاسفانه بازم اشتباه بازیگر رقم 1 اشتباه کرده، چند بازی زیبا کردن در چنین موردهای هیچگاه باید به اشتباه رو ندهند. در اینجا 1 خول ضرور است، بعضا 1 خول میتواند تقدیر بازی را حل کند، برای همین خیلی با احتیاط باید بازی کرد. بازم یک ضربه، اما بازیگر دسته دوشنبه نتانو این ضربه رو گرداندن، بلکه توانستند باز یک خول دیگر رو به دست دارند و حساب 12-9 یک 3 خول دیگر ضرور است برای بازیگران دوشنبه 1 تا بازی حساب مساوی شود. بله 12-10
میبینیم ولی ایستا ایستا به تدریج بازیگران دسته دوشنبه یک رقیبان خود رو دریاب میکنند و این صبح رو به توپ مساوی نزدیکتر میسازند. بله 11 مگه یک خل دیگر مانده است تا بازی برابر شود، حساب برابر شود، حساب مساوی شود، اما یک خل دیگر مانده است. 12 بر 11. اما بازم اشتباه بازیگر رقم 4 دوشنبه کمترک اشتباه داره خورشید داد و انیسه. توپ از میدان بیرون رفتم و بازیگران رو دوباره به میدان آوردن با یک ضربه سخت از طرف بازیگر رقم 1 شکربک و گلشن. بله ولی هم توپ در دست شکربک، باز یک ضربه سخت از طرف گلشن شکربک و رقیبان خود رو مجبور ساخت که توپ رو به زمین گذارند، یعنی با شکست مواجه ساخت. بله یک بازیگر خیلی امیدبخش است، خیلی حرکت زیبا، استعداد بلند دارد، خیلی جوان است و با آیندهش ما خوشبین هستیم. اکنون بازم توپ رو بازیگران دسته بدخشان 1 به بازی می‌دارند. ولی ببینیم که بازیگران دوشنبه 1 چگونه عمل از خود نشان میدن. بله کمی اشتباه شد، اونا گمان کرده بازیگران دسته بدخشان 1 گمان کردن که توپ در میدان رقیبان است، اما متاسفانه توپ در حدود میدان خود بازیگران دسته بدخشان 1 افتاد. میبینیم که بازم گلشن شکربک و یک خل دیگر رو به خلعه تیمشان یلوه میکنند. بله گلشن شکربک و خل، بله بازم یک وقفه شد. خب بازی شروع شد و توپ در دست بدخشان 1 است و این توپ هم باز نگشت و یک خل دیگر با تیم بدخشان 1 اضافه شد. حساب 17 بر 12 است. یک ضربه محکم بود ولی یک فریب زیبا بود از طرف بازیگر رقم 6 گنجینه عمران شویوه که در غفلت گذاشت. بازیگران دوشنبه 1 که کمی تجربهشان کمتر است توانست اون را در غفلت گذارد با همون فند زیبایش. دوشنبه 1 کلی کوشش میکند توپ رو برگرداند و بازم گنجینه عمران شویوه توپ رو پرتاب داد به طرف رقیبانش و توپ در هوا است. میبینیم که چگونه با این لحظه بازی چگونه انجام می‌یابد و نامعلوم است. هر دو طرف کوشش میکنند که خل به دست بیارند. بله بازم نتوانستند که بله بازی خیلی هیجان انگیز است. ولی ببینیم چگونه این لحظه انجام می‌یابد. بازم بله گلشن شکربک و توانست که به این لحظه بازی خاتمه بخشد و خل را از آن خود کند. خیلی حرکت زیبا، خیلی طرز اصولی زیبا رو گلشن استفاده میبرد. دسته دوشنبه بله بازم گلشن و باز خل دیگر فکر میکنم که در این دور بازیوان در دور اول گلشن شکربک و یکی از بازیگران بهترین همین مسابقه
شمرده می شود. ولی بازی باز شروع می شود پس از وقفه کوتاه و می بینیم توپ در دست بازیگران دسته بدخشان یک است. توپ را بازیگر دسته رقم 12 ازودبک و نجیبه به بازی می درآورد. ببینیم بله خب یک اشتباه بود و هنوز دسته بدخشان یک خیلی پیش صف است. 20-13 است، یعنی 7 گل دیگر برای بازیگران دسته دوشنبه یک ضرور است که تو بازی رو کمی مساوی کنند، برابر کنند. متاسفانه نتوانستند و گل نوبتی رو دسته بدخشان یک از آن خود کرد و حساب رو با 21 آورد. 21-13، یعنی فاصله زیادتر می شود و برابر کردن بازی دشوارتر می گردد برای بازیگران دسته دوشنبه یک. می بینیم بازیگر رقم 7 بله یک ضربه زیبا بود، اما بازیگران دسته بدخشان یک توانستند این ضربه را پاس گردونند و می بینیم بله بازم گنجینه با یک اصول خیلی زیبا توپ را به میدان رقیبان پرتافت و آنها نتوانستند دوباره این توپ را به میدان بدخشان یک برگردانند. بازیگر دسته رقم 5 جلال شیوا مشتری توپ را به بازی درآورد. بله یک کمی اشتباه بود، هرچند ضربه سخت نبود. خب ببینیم دوشنبه یک آیا میتواند کمی با حسابی که بدخشان یک دارد نزدیک میشد یا نه، ولی حساب 22-14 است. خب یک ضربه زیبا دیگر بازم گلشن شکربک و یک ضربه زد. ببینیم بله لطفیه توپ رو به میدان رقیبان پرتافت. بله دوشنبه یک امکانیت دارد، امکانیت فراوان است. اگر از امکانیت درست استفاده برند، مطابق توصیه و دستور مربیان اگر کار کنند، میتوانند مثلا بازی رو نه تنها مساوی سازند بلکه با فایده خود انجام دهند. اما بازم گلشن شکربک و توانست دسته عریف رو با شکست مواجه سازد. در برابر ضربه های گلشن دسته دوشنبه یک هیچ کار کردن نمیتوانند، مجبورند که توپ را از زمین بردارند و به طرف رقیبان خود پرتاب کنند. بازم دسته بله بازیگر رقم 4 کمی از تور دورتر بود، برای این ضربهش اینقدر محکم نبود. خب حساب 24-15. فکر میکنم که حال برای بازیگران دسته دوشنبه یک خیلی دشوار است و با خوب اگر خود دسته بدخشان یک با بازیگران دسته دوشنبه یک اگر کمک رسانند، میتوانند مثلا آنها را نزدیکتر بیارند، یعنی با همه خلایی که دسته بدخشان یک دارد نزدیک بیارند. 24-16. بازم گنجینه امران شیوا توانست باز یک خل دیگر رو از آن خود کند. یوسف با خوب نه تنها یک آوردن یک خل پیروزی رو از آن خود کردن. 25-16 دسته بدخشان یک در این دوره هم پیروزی به دست آورد. ولی حساب عمومی 2-1 است و بازی ادامه می‌یابد. در صورت اگر بازیگران دوشنبه یک در این دوره پیروزی به دست آورند، بازی بازم ادامه می‌یابد. اگر
اگر بدخشان یک بازی رو هم اگر برد با همین پیروزی رو از اون خود میکند. بر ما رو انتظار هستند ولی میبینیم ولی متاسفانه این دفعه گلشن نتوانست ضربه رو به نشان رساند در برابر با اصطلاح بلاک رقیبانش نتوانست که این بلاک رو رخنه کند. یک صد محکم بود از طرف دسته دوشنبه یک و ولی شاید در این دور از احتیاط کار میگیرند در بازیگران در دو دسته که به اشتباه را ندهند. خب دوبار 0 است به فایده دسته دوشنبه یک. این دفعه از آغاز دور چهارم دسته دوشنبه یک اردخول را از آن خود کرد. ولی میبینیم دسته بدخشان یک بله گلشن کمی با اشتباه رو داد کمی سراسیمه شد نباید سراسیمه شد. لحظه خیلی خوب است برای به دست آوردن خول ولی ارخول بازم اشتباه ولی خیلی گلشن رو خیلی ستایش کردیم شاید کمی سراسیمه شد اما صرف نظر از این کمبودی اشتباهات گلشن بهترین ورزشگر دسته بدخشان یک است و شاید در جمهوری هم یک از بهترین ها میگردد. بله خوب ضربه محکم نبود در حال خول را از آن خود کردند یعنی بازیگران دسته دوشنبه یک گمان داشتند که ضربه از محکم میشن ولی اینجا یک شاید یک فندزی با هم بود یعنی دسته دوشنبه یک را در غفلت گذاشتند نتوانستند توپ را برگردانند و حساب 4-2 است. بله همگی دو خول رو میتوانند زود به دست بیارند دسته بدخشان یک. بله بازم بیشتر از فریب فند استفاده میکنند در دو دسته اما گلشن باز یک ضربه محکم زد بازم یک فند زیبا بود. بله بیشتر باید در چنین لحظه ها از احتیاط کار بگیرن هر دو دسته و بیشتر اصول های استفاده برند که رقیبان خود را در غفلت گذارند آنها هیچ منتظر نباشند که یا ضربه میشد یا فن میشوند. بله ضربه خیلی سخت بود از طرف نصرزاده پاولوس هم بازیگر خیلی با مهارت است در دسته دوشنبه یک بازیگر در رقم 2 از دسته دوشنبه یک زرینا وزیرova توپ رو به بازی می‌دارد. بازم گلشن یک ضربه محکم زد و دیدفن بله گلشن ولی ضربه دوم به نشان نرسید از میدان بیرون رفت و اکنون بازیگران دسته دوشنبه یک توپ رو به بازی می‌دارند. حساب 6-3 است. بله بازیگر رقم 6 گنجینا امرون شیبا و گلشن با یک فند زیبا اما بازیگران پای بردند و توپ رو برگرداندند. بله بازی والیبال برای همین جالب و زیبا است یعنی ضربه های غیر منتظره میشوند همین لحظه ها این بازی رو خیلی جالب و شوق‌آور میگردانند. ببینید تو یک چند ثانیه در بالای تور ماند و اما منتظر بودن که به طرف کی حرکت میکند. بازیگر رقم 9
بازیگر رقم 2 دسته دوشنبه 1 زرینا وزیرова بله بازیگر با مهارت است. اینا آینده خوب دارند دسته دوشنبه 1 و در بین دسته بدخشان یکم دختران زیاد به نظر میرسند و فکر میکنم که اونا غلبه هایی که در گذشته سابقه دارن این نمود ورزش به دست آوردن اینا هم ادامه میدن، مثل گنجینا، مثل لطفیه. شاید در آینده اینا هم توانند برای تیم منتخب بدخشان خلعه زیاد و پیروزی زیاد به دست بیارند. خوب کمترک اشتباه شد و بازم وقفه، بازم یک تنفس، بازم یک نفس تازه. بله رخشانه تایغونجوی و مربی دسته دوشنبه 1. خب بازیم شروع می شود و توپ در دست بازیگران دسته دوشنبه 1 است و بازیگر تحت رقم 8 توپ رو به بازی می‌دارد و یک ضربه سخت بازیگر تحت رقم 18 نور و مغفرت، یک ضربه خیلی زیبا رو به طرف بازیگران دسته بدخشان 1 حواله کرد و اونا نتوانستند این توپ رو برگردانند. بازم بازیگر دسته رقم 11 مبارکشوی و میگینم خیلی بازیگر با مهارت است، استعداد بلند دارد، فقط تمرین بیشتر کردن در کار است و در چنین مسابقه هرچی بیشتر اشتباه کنند همونقدر خوبتر است. بازم دسته بدخشان 1 خول نوبتی گرفت، 9-7 بازی. ولی دسته دوشنبه 1 پیشرفت هستند، 3 خول برتری دارند نسبت به حریفان خود و ولی میبینیم همین رقم رو زیاد میکنن یا کم. بازم زیاد کردن 10-7 بله 10-7 بازم 3 خول برتری دارند، 3 خول بیشتر دارند. برای دسته بدخشان 1 ضرور است که کمی طرز و اصول بازیش رو تغییر دهند. توپ از میدان بیرون رفت. ولی میبینیم که دوشنبه 1 در برابر بدخشان 1 چگونه توپ رو به طرف بازیگران حواله میکند. ولی داشتم بازد ضربه نه چطور محکم بود اما بله بازم ضربه رو برگردوندن، متاسفانه نتوانستن توپ رو به میدان رقیبان پرتویند و حساب 11-8 امانو دسته دوشنبه 1 خلعه رو افزایش میدهد. ورقدر خلو بیشتر میشن همون قدر برای دسته بدخشان 1 دشوارتر میشود. باید هر لحظه استفاده کرد، از هر لحظه استفاده بود و خل به دست آورد. خوب یک اشتباه رخ داد، توبه و رشد کردن بازیگران دسته دوشنبه 1 و توپ رو بازیگران دسته بدخشان 1 صاحب شدند. میبینیم بازم یک فریب زیبا بود اما بازیگران دسته دوشنبه 1 توانستند اون رو به بازی دارند و یک خول دیگر رو به دست دارند. 12-9 اما 3 خول دیگر کمی میکند برای بازیگران دسته بدخشان 1 تو بازی رو
حساب رو مساوی کنند. حساب رو برایشون خیلی مهم است که حساب رو برابر کنند و به تدریج او را افزون نمایند. ببینیم چگونه ضربه میشد یا نه. یک ضربه چندان محکم نبود و بازیگر رقم یک گلشن شکوربکова چون پیشتر ضربه زیبا رو به طرف بازیگران روانه کرد و حساب 13 بر 9. 13 بر 9. بازم وقفه، بازم یک تنفس گرفتم. مربیان شاید ضرور شمردن که یک بار دیگر با شاگردان خود مصلحت دیدن. بازی شروع شد. بله گلشن ضربه گلشن این وقت به نشانه رسیدم. بر یک ضربه فایده کرد، یعنی پس از ضربه گلشن شکوربکova بازیگران دیگر هم توانستند توپ رو در هوا نگاه دارند و به طرف دسته دوشنبه یک حواله کنند که دیگر این توپ برنگشت. ولی بازیگر تحت رقم 12 اوزبکova نجیبه توپ رو به بازی می‌دارد. ولی می‌بینیم توپ برگشت و گنجینا امرونشویوا یک زبال کمی اشتباه شد و یک فول دیگر رو از دست دادند. 13 و 10 14 بر 10. 14 از اون دسته دوشنبه یک است و دخل از بدخشان یک است. خب فاصله چندان دراز نیست، فاصله کوتاه است. چرخال را میتوانند مثلا در یک فرصت به دست دارند اگر طرز اصولای غیر منتظره را استفاده دارند. بله گنجینا با توانست یک خل دیگر را به دست دارد با ضربه خیلی زیبای خود و حساب 14 بر 11. همگی 3 خل برای دسته بدخشان یک ضرور است تا بازی را مساوی کند. بله 12 بر 14 و 2 توپ دیگر مانده است. بله دسته دوشنبه یک در آغاز بازی خیلی مایرانه توپ را در میدان اداره میکردند ولی کمی با اشتباه رو دادند و امکانیت دادند که دسته بدخشان یک فول بیشتر به دست دارد. ولی فوتبال توپ و متاسفانه توپ از میدان بیرون رفت و حساب 15 بر 12 شد. یعنی هنوز هم بازیگران دسته دوشنبه یک پیشرفت هستند. بازیگر رقم 1 نظرخدای و محیط توپ رو به بازی می‌دارد. ولی می‌بینیم که کی ضربه می‌زند. بله یک ضربه نه چندان سخت محکم بود اما صرف نظر از این توپ دیگر برنگشت. بازم وقفه، بازم تنفس. رویه هر دو دسته بلند است، هر دو دسته به خود اعتماد دارند، باوری دارند. ولی میبینیم کدام از اینا برنده میشه در این بازی. ولی گلشن شکوربکova توپ رو به بازی می‌دارد. میبینیم این توپ بر میگردد یا نه. بله یک ضربه سخت بازیگر رقم بله این دفعه بازیگر رقم 11 یک ضربه زد و بازیگران دسته بدخشان یک تلاش دارند که بله بازی توپ از میدان بیرون رفت. توپ از میدان بیرون رفت و
دسته بدخشان یک باز یک خول دیگر رو گرفت و اکنون ایسوب 16 بر 14 است. همگی 2 خول کمی میکند برای دسته بدخشان. یک تو ایسوب برابر شود. بله یک خول دیگر همگی یک خول کمی میکند برای دسته بدخشان. یک و فکر میکنم اکنون اونا امکانیت دارن نه تنها بازی رو برابر کنن بلکه میتوانن بازی رو با فایده خود انجام دهند. اما بازیگران دسته دوشنبه آیا به این اجازت میتیند یا نه؟ ببینید اونم خیلی زیبا خیلی عجایب جالب بازی میکنن. بازیگر رقم 18 نور و مغفرتن مهارت خیلی بلند دارد. میبینیم ولی حساب چگونه میشود. بازم گنجینه یک ضربه سخت محکم زد و شاید همین ضربه سبب شد که باز یک خول دیگر رو به دست بیارند و ایسوب 17 بر 16 مونا یک خول دیگر برای بازیگران دسته بدخشان یک کمی میکنند. اونا همین تلاش میکنند کوشش میکنند که نه تنها بله یک اشتباه کوچک باز یک خول دیگر رو برای بازیگران دوشنبه یک یلوه کرد. یک خول با فکر مفت به دست بازیگران دسته دوشنبه یک دادن و این رو باید جبران کنند. این بله این رو باید جبران و یک ضربه زیبا اما قایده کمی ویران کرد بازیگر. از این رو داور توپ رو به دست بازیگران دسته بازیگر رقم 18 نور و مغفرت و بازم ببینید در اول هم گفتیم ایسوب مساوی شد 18 بر 18. اکنون تقدیر بازی نامعلوم است. ایسوب برابر است ولی میبینیم کی بر کی غلبه میکند. بله یک فرق بازیگر رقم 4 از دسته دوشنبه یک خورشید دود و انیسه با یک فند زیبا باز یک خول دیگر رو برای تیم خود آورد. 19 بر 18. بله بازیگر رقم 11 از تیم بدخشان یک مبارک شوی و نگینه خیلی یک ضربه محکم زیبا و غیر منتظره برای دسته دوشنبه یک بود. اونا منتظر نبودن که ضربه چنین سخت یا محکم می شود. و میبینیم جواب دسته بله بازیگر رقم 1 از دسته دوشنبه توانست باز یک خول دیگر رو برای دسته بیارد. میوه یک توبیست. بله بازم دسته دوشنبه یک خول رو از اون خود کردن و ایسوب رو با 21 بر 19 رسوندن. دو برای دسته بله یک اشتباه یک خول مفت با دستان خود با دسته بدخشان یک تقدیم کردند و میبینیم که دسته دوشنبه یک و این اشتباه خود را جبران میکنند یا نه. فرصت خیلی کوتاه مونده است. از این فرصت هر دو دسته باید استفاده برند. فرصت خیلی کوتاه است و
بازم گل دیگر دسته بدخشان یک سوی می شود. چایی 21 برابر است حساب. ولی میبینیم که بعد توصیه مربیان آیا طرز اصول بازی بازیگران عوض می شود یا نه. لطفیه با بازیگران جواب نه تنها کمک میکنند بلکه در لحظه‌های ضروری و مصلحت هم میتوانند رویشون بالا میبرند. خوب باز بله یک ضربه محکم بود از طرف دسته دوشنبه. یک بازیگر رقم 9 از دسته دوشنبه یک دلوارشوی و ملکه یکی از بازیگران بهترین دسته دوشنبه یک. خوی از نظر من است، شاید از نظر داوران از نظر مخلصان شاید یک بازیگر دیگر باشد، اما ما اختیار داریم بازیگر بهترین برای خود انتخاب کنیم. اما در مجموع هیئت مثلا داوران خب هیئت کمیسیا معلوم میکند بازیگر بهترین. این حق و حقوق را فقط مثلا ما هیئت کمیسیا معلوم میکند که بهترین است. خب بازم توپ در دست بازیگران دسته بدخشان یک است، اما در نزد تور جمع شدن تو توپ نگذره به طرف میدان. در همونجا بله باز یک ضربه نچندان سخت، اما بازیگران دسته دوشنبه نتوانستند توپ را برگردانند. این ضربه لطفی عبدالمجید و باز برای تیم بدخشان یک خول دیگر آورد و بازی 22 به 23 تیم بدخشان یک گذشت. با یک خول برتری دارد نسبت به تیم دوشنبه یک. ولی میبینیم بله خیلی دشوار بود اما توانستند توپ رو، اما این دفعه کمی با اشتباه، اما هیچ باکی نیست. ولی بازی بازم شوق‌آورتر می شود و حساب هم مساوی می شود. 23 بر 23 حساب برابر شد و ولی میبینیم بازم یک قول به قول مفت با دستان خود به دسته بدخشان یک توفه کردند بازیگران دسته دوشنبه یک و رخشانه تایقون شوی و مربی دسته دوشنبه یک. بازم وقفه گرفت تنفس و اول مربی دسته بدخشان یک است، دسته دخترانه یا دسته زنانه شهر دوشنبه است. بازیگر رقم یک خوب یک ضربه زیبا بله بازیگر رقم 18 نور و مغفرت خیلی زیبا خیلی شیوا خیلی آرام این توپ رو آزادانه به زمین به میدان دسته بدخشان یک به یگان مثلا حتی بازیگران دسته در غفلت ماندند. خوب بله یک خول رو دسته بدخشان یک از اون خورده و بازی 24 بر 25 ولی بدخشان یک پیش صف است، یک خول بیشتر دارد. ببینیم که دسته دوشنبه یک کلو حساب رو برابر میکند یا نه. ببینیم مولا وابسته از بله حساب برابر شد 25 بر 25 حساب برابر شد. خوب یک لحظه هیجان انگیز فرا رسید، یک لحظه تقدیر سوز برای هر دو دسته. هم مربیان
کمی عصبانی هستند هم خود بازیگران که این بازی چگونه به فایده که انجام می‌یابد. ببینیم ولی دست بله بازی برو بازیگران جوان دسته دوشنبه یک با فایده خود انجام دادن، یعنی دور چهارم با پیروزی بازیگران دسته دوشنبه یک به پایان رسید. خود دور چهارم بازی شروع شد. هر دو دسته دو باخت و دو پیروزی دارند، یعنی حساب مساوی است، 2-2 است و ولی دور پنجم است، دور نهایی است. در اینجا معلوم می شود که غالب مسابقه می شود دسته دوشنبه یک یا دسته بدخشان یک. بازی شروع شد و بازیگر دسته دوشنبه یک این بازی رو شروع کرد، توپ رو با بازی در آورد و ضربه دسته دوشنبه یک بازیگر رقم 7 بدلبک و زمیره یک ضربه سخت زد و یک خول گرفت. حساب 1-0 است. در دور چهارم هم دسته دوشنبه یک در اول خیلی خوب بازی کرد، اما در انجام کمی فارغ بال شدند و با کمبودی‌ها اشتباهات رو دادند. دسته و خوب بازی رو بازیگران دسته بدخشان یک شروع میکنند. یک ضربه اما اشتباه از طرف بازیگر زمیره بدلبک و نتوانست ضربه را به نشان رساند. توپ بر تور برخورد و از گرفتن یک خول محروم شدند دسته دوشنبه یک. حالا میبینیم بازی چگونه رنگ میگیره. بله باز یک خول دیگر به بدخشان یک داوران دادن. 3-1 ولی بدخشان یک پیشتف است، ولی اینجا احساس می شود که بازیگران ورزیده دسته لطفیه و بنجینا، شاید خود بازیگران جوان دسته بدخشان یک دلشان پر است که در کنار آن دو بازیگر معروف با تجربه لطفیه و گنجینا حضور دارند و دلشان پر است، ولی بازیگران دسته دوشنبه همه جوان هستند. یک ضربه هرچند ضربه محکم نبود، اما در حال بازیگران دسته بدخشان یک نتوانستند ما را برگردانند و 4-2 است حساب. بازیگر رقم 1 گلشن شکربکوف که در دور اول دوم خیلی بازی جالب را برای مخلصان هدیه کرد. این دفعه با همین اصول با همین طرزهای زیبا برای دسته خود خول می‌بیارد. بله بازم بدخشان یک خول دیگر گرفت و حالا 4 خول برتری دارد نسبت به دوشنبه یک. برای دوشنبه یک ضرور است که 4 خول را گیرد تا از دسته بدخشان یک قفا نماند. در قدر زیادتر قفا ماند همون قدر دشوارتر می شود برای به دست آوردن پیروزی. یک ضربه نچندان محکم و با آسانی بازیگران توانستند برگردانند توپ رو، اما اینجا تا به آخر همون اصول رو استفاده نکردند، یک اشتباه رو دادند و
تیم دوشنبه یک صاحب باز یک خال دیگر شد، یعنی 3 خال دارد. تیم بدخشان یک 6 خال دارد. حالا میبینیم فاصله را کوتاه میکنند یا درازتر. بله کمی درازتر شد. 7-3. 4 خال برتری دارد نسبت به دوشنبه یک بازیگران دسته بدخشان یک. بازیگر دسته رقم 18 نور و مغفرت از آغاز دور اول تا حال خیلی مایرانه بازی کرد و برای دسته خود خلوی زیادی را آورد و هم دسته هایش کوشش میکنند که برای آماده کردن ضربه نوبتی برای او شرایط فراهم آورند، چنانکه که در دسته بدخشان یک برای گلشن شکربیک و شرایط بله بازم مغفرت یک ضربه زیبا زد و این نوبت بله شاید قاعده وارد شد و مربیان ضرور دانستند که باز یک وقفه گیرند و تنفس. بله وقفه نیست، این میدان را اکنون بازیگران عوض میکنند. همین قاعده است در دور نهایی، در دور پنجم همین قاعده است که نصف بازی رو در یک میدان و نصف دیگر رو در میدان دیگر انجام میدهند و جایشون رو عوض کردند. حالا میبینیم که از این جایی عوض کنی آیا حساب تغییر مییابد یا نه. بازیگر رقم 6 لطفیه عبدالمجید و آماده است برای ضربه زدن توپ را به طرف دسته دوشنبه یک میپرتوید و میبینیم. بله اونا زود جوابش را میگردونند. دسته دوشنبه یک با یک ضربه محکم، با یک ضربه زیبا که حتی بازیگران دسته بدخشان یک را در غفلت گذاشتند. اونا نتوانستند هیچ کاری را انجام دهند تا این توپ را برگرداند و ضربه گنجینه باز یک خال دیگر را به خلوی بدخشان یک اضافه کرد. بله احساس می شود تجربه گنجینه و لطفیه در این بازی. احساس می شود که اون نسبت به همه اون ورزشکارانی که در میدان هستند تجربه بیشتر دارند، مهارت خیلی بلند دارند در این بازی. حتی در سطح جمهوری هم کسی نمیتواند برابر آن باشد. این رو مسابقه های چندین کرده در شهر دوشنبه نشون دادند. در یکان منطقه مثلا مثل گنجینه و لطفیه والیبال بازیان با استعداد نیستند. اما دل ما پر است که در هر دو دسته، هم در دوشنبه یک هم در دسته بدخشان یک، بازیگران جوان با مهارت زیادند و این ما را خوشبین می‌سازد به آینده والیبال تاجیکستان. بازی ادامه می‌یابد و بازی هم لطفیه عبدالمجید و بازی را توپ را به بازی می‌دارد و بازیگران دوشنبه یک زود بازی را توپ را به طرف دسته بدخشان یک حواله میکنند و دیگر توپ بر نمیگردد. میبینیم ولی حساب 8-4 است. بازیگر رقم 4 کوشش کرد که ضربه زند، اما ضربهش با تور وان و صد بازیگران بدخشان یک دچار شد و نتوانست تور را عبور کند. بله بازیگر رقم 18 مغفرت خیلی از هر امکانیت استفاده میبرد و
ضربه‌های محکم میزند. در هر حالتی که نباشد، در هر کجای میدان که نباشد، حتما ضربه نشان رسم میزند. خوب بازم یک وقفه گرفتند. دوشنبه یک امکانیت دارد، اما امکانیت بدخشان یک بیشتر است، چون اینجا والیبالبازان با تجربه، بازیگرانی که بیشتر از 10 سال قهرمان تاجیکستان در همین نمود بازی بودند. ولی میبینیم بازیگران دسته دوشنبه چگونه پاسخ میتونند. بله، باز یک ضربه زیبای گلشن، بله گلشن ولی در یک قالب معین خود را پیدا میکند. در دور اول، دوم، سوم خیلی خوب بازی کرد و ولی باز میبینیم که بله بازم یک ضربه محکم و نشان رسم میزند. بله نتوانستند بازیگران دسته دوشنبه یک توپ را برگردانند و حساب 9-2 12-9 دسته بدخشان یک همانا پیش صف است. پیش صفی را از دست نمیدهد، کوشش میکند که تا به آخر همین پیش صفی را نگه دارد و باز یک گل دیگر را میگیرد و حساب 13-9. 13 از آن بدخشان یک و 9 از دوشنبه یک است. فاصله زیادتر می شود. بله خوب یک خول رو به بازیگران دسته دوشنبه یک توفه گرفتند و شاید از همین توفه آنها رو بلند شوند و بازی اصول طرز خود رو تغییر دهند. امکانیت دارند، فقط کمی کوشش. بله بازم در جوابش بازیگران دسته دوشنبه یک توفه دادند و برای حرمتشون و بازیگران دسته بدخشان یک توفه دادند. قرضدار نیست، هر دو دسته در پیش هم دیگر قرضدار نیستند، اکنون باید بازی را جدی بگیرند. بازیگر رقم 9 از دسته دوشنبه یک بلورشوی و ملکا. بازی انجام یافت. دسته بدخشان یک پیروز شد. تبریک میکنیم به پیروزی نوبتی. تبریک میکنیم مخصوصا لطفیه و گنجینه رو تبریک میکنیم بازیگران دسته دوشنبه یک رو برای و تشکر میگویم به اینا، به این جوان دختران که چون یک بازی خیلی زیبا و شوق‌آور جالب رو برای ما تقدیم کردن. من امیدوارم که در آینده اینا یکی از دسته های بهترین کشور ما خواهند شد و اینا هم پیروزی میخواهیم بس که اینا خیلی جوان هستند. و دسته دوشنبه دسته بدخشان یک مثل پیشتره، مثل سالهای قبلی امیدوارم که این غلبه های خود را بیشتر سازد نه کمتر. برای دسته بدخشان یک پیروزی میخواهیم. برای مخلصان هم تشکر میگویم. برای بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید از شما هم سپاسگزارم. شب خوش و روزتان بخیر باشد.